چطورین رفقا؟ خوبین؟ این آخرین ویدیو از سری ویدیوهای کمالگراییه. در واقع از این پنجگانه کمالگرایی. و توی این ویدیو قراره که در مورد یه موضوع خیلی خیلی مهم صحبت بکنیم. موضوعی که درد خیلی از ماست. و اون موضوع چیزی نیست جز انگیزه. ما در مورد انگیزه افسانه‌های خیلی زیادی داریم. خیلی فکر میکنن اون نویسنده‌ای که پشت سر هم کتابای خیلی خوب و پرفروشی مینویسه کلاً خیلی دوست داره که بنویسه، هر روز انگیزه داره، صبح که بلند میشه از خواب با انگیزه خیلی زیادی میره میشینه کتاب مینویسه. یا اون بدنسازی که خیلی بدن خوبی ساخته، هر بار که میره باشگاه تمرین بکنه با یه حس خیلی خوبی میره باشگاه و با یه ذوق و شوق خاصی میره باشگاه و انگیزه داره. ولی واقعیتی نیست. یه واقعیتی هست که خیلی همون دوست نداریم بدونیم و اون اینه که معمولاً حسش نمیاد. اگه بشینیم منتظر باشیم که حسش بیاد تا ما بخوایم یه کاری بکنیم، باید تا آخر عمرمون بشینیم، چون قرار نیست حسش بیاد. انگیزه کلاً هیچ وفایی به کسی نداره. میاد یه دور میزنه و میره و سری بعد که بخواد بیاد اصلا معلوم نیست که کیه و معلوم نیست تحت چه شرایطی بیاد، چه زمانی بیاد و کلاً چیز قابل اتکایی نیست. خیلی از ما انسان‌های مدرن معتاد انگیزه شدیم. یعنی فکر میکنیم که اگر انگیزه نباشه پس نباید کاری بکنیم. نه که نباید کاری بکنیم، ما میدونیم که باید کار بکنیم، ولی وقتی که انگیزه نیست که یه جوری خودمون رو قانع میکنیم که خب دیگه الان حسش نیست، حالا بعدا انجام میدم، از شنبه یا کلاً هر موقعی که حسش بود. فعلا حسش نیست. اصلا یکی از اون اصطلاحات رایج اینه، حسش نیست. ولی حرفه‌ای‌ها این کارو نمی‌کنن. آدمای حرفه‌ای توی هر حیطه‌ای به جای انگیزه از چیزی به نام سیستم استفاده می‌کنن. حالا سوالی که باید پیش بیاد اینه که سیستم چی هست؟ سیستم به زبون ساده و اون چیزی که الان مورد نیاز ما هست و ما می‌خوایم در موردش بحث بکنیم اینه که یعنی یک شرایطی بچینیم که انجام ندادن کار سخت‌تر از انجام دادنش باشه. یعنی مثلا برای کسی که سیگاریه، کشیدن سیگار سخت‌تر از نکشیدنش باشه. مغز ما کلاً تنبل. اصلا حالا توی یکی از اپیزودهای آینده در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. یه موضوع بسیار مفصله که مغز ما اصلا برای چه چیزی ساخته شده و چرا فکر کردن انقدر سخته و کلاً چیزای دیگه. ولی خیلی خلاصه بگم مغز ما برای تنبلی ساخته شده، برای زنده ماندن ساخته شده. بر همینه که وقتی ما خیلی عمیق در مورد یک موضوعی بحث میکنیم یا فکر میکنیم انرژی خیلی خیلی زیادی مصرف میشه. کلا کار پیچیده‌ایه. خیلی ترجیحشون اینه که فکر نکنن و اینم به صورت غریزیه، نه که خودشون تصمیم بگیرن که فکر نکنن. یه مثال سادهش اینه که اگه یه جایی یه کتاب باشه و یه جایی یه گوشی باشه، تمایل ما به گوشیه. چرا؟ چون خیلی راحت تره که بریم توی اینستا، سخت ترین کار همینه دیگه، اسکرول بکنیم و ویدیو ببینیم. ولی اینکه کتاب برداریم بشینیم کتاب بخونیم کار سختیه. یا اینکه بشینیم یه چیزی بنویسیم یا بریم یه ورزش بکنیم یا حاضرشیم بریم بیرون پیاده روی بکنیم، بدویم یا چنین کارهای، اینا کارهای سختی هن. ولی اینستاگردی خیلی راحته. بر همین خیلی اتوماتیک میریم سراغ اینستاگردی. ولی اگه گوشی توی یه کشو توی آشپزخونه باشه و لپتاپت باز باشه و قرار باشه که تو یه چیزی بنویسی، نوشتن اون پروژه، شروع کردنش، مثلا بخوای 2 پاراگراف بنویسی، این خیلی راحت تر از اینه که پاشی بری آشپزخونه و کشو رو باز بکنی و گوشیتو برداری و مشغول بشی. چون الان لپتاپ جلو روته، راحت میتونی بازش بکنی و یعنی راحت میتونی بشینی تایپ بکنی. این 2 خط نوشتن هم اصلا کار سختی نیست. حالا اینا صرفا مثالن، به این فکر نکنین که نه اون راحت تر و اینا. میخوام منظورم رو از سیستم برسونم که وقتی ما در مورد سیستم ساختن صحبت میکنیم چیه؟ سیستم میسازیم که خیلی از کارها اتوماتیک بشن. حالا در مورد این موضوع اگه احساس میکنین که نوشتن سخت تره نسبت به برداشتن گوشی، باید اینجا با یه قانونی دوباره آشنا بشیم، چون مطمئنم قبلا در موردش خوندین یا شنیدین. قانون 2 دقیقه، چیزی که جیمز کلیر معروفش کرد. قانون 2 دقیقه میگه به زبان خیلی ساده، میگه هر کاری که میخوای شروع بکنی فقط 2 دقیقه انجامش بده، بیشتر انجامش نده، فقط 2 دقیقه. یعنی وقتی که
بذارین اینجوری بگم، مغز کمالگرا به این فکر میکنه که اگه قراره که من ورزش بکنم، خب باید لباس خوب داشته باشم، کفش خوب داشته باشم، شرایط خوب داشته باشم و برم 1 ساعت بدوم. یعنی هر روز برم 1 ساعت بدوم، مثلا ورزش پیاده روی یا 2، اینو در نظر میگیریم. ولی این چیز منطقی نیست. کار درست اینه که فقط 2 دقیقه انجامش بدیم، فقط 2 دقیقه. حالا اینجا منطقمون میاد میگه که 2 دقیقه خیلی زمان کمیه، اصلا فایده نداره. ولی ما باید اینو در نظر بگیریم که وقتی ما به اون صدای کمالگرایی فکر میکنیم و میخوایم با اون پیش بریم، کمالگرایی چی میگه؟ میگه باید 1 ساعت بری. مغز میگه 1 ساعت چه خبره، من اصلا نمیتونم، حوصله ندارم 1 ساعت الان برم بیرون. ولی 2 دقیقه چی میگه؟ میگه فقط پاشو برو کفشاتو بپوش، برو بیرون 2 دقیقه را برو، برگرد بیا خونه. وقتی که رفتی اون 2 دقیقه رو انجام دادی، به احتمال زیاد بقیه‌ش هم میری. دیگه اینطور نیست که بعد 2 دقیقه بخوای برگردی خونه. و اگرم برگشتی، اینطور نیست که خودمون رو فریب بدیم. اگه 2 دقیقه راه رفتی برگشتی، هدف انجام شده، چون هدفمون همینه. ولی نکته اینه که معمولا بعد از انجام دادن 2 دقیقه ما اون کار رو ادامه میدیم. چرا؟ چون بیشترین استحکاک کار توی شروع کردنه، نه توی ادامه دادنش. یا یه مثال دیگه که خیلی رایجه، بحث مدیتیشنه. خیلی دوست دارم مدیتیشن بکنم و نیاز دارم مدیتیشن بکنم و اتفاقا چیزیه که باید انجام بشه به نظر من. ولی مسئله اینه، خیلی میگم من وقت مدیتیشن ندارم. همه 2 دقیقه وقت دارن. خب 2 دقیقه مدیتیشن کردن چیزیه که همه میتونن انجامش بدن. یعنی زیر دوش عموما میتونیم انجامش بدیم. یعنی اصلا چیزی نیست که بخوایم بگیم که وقت ندارم و نیازی هم به پوشیدن لباس خاصی یا آیین خاصی نداره که بگین آماده سازیش خیلی طول میکشه. یه جایی میشینین، ستون فقرات صاف، حالا یا دراز میکشین، هر طوری که راحتین، توی هر پوزیشنی که میخواین و شروع میکنین. نکته چیه؟ نکته اینه که وقتی که کسایی میگن که ما وقت نداریم و نمیتونیم انجام بدیم، چه اتفاقی میفته؟ انجامش نمیدن. این میمونه توی ذهنشون که من باید مدیتیشن بکنم. روزها میگذره، ماهها میگذره، سالها میگذره و هیچ وقت شروع نمیکنن. ولی اون کسی که از قانون 2 دقیقه استفاده میکنه میگه من فقط 2 دقیقه میشینم مدیتیشن. خب میشینه و 2 دقیقه رو انجام میده. اگه دوست داشت ادامه میده، این 2 دقیقه میشه 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، شاید بیشتر. کم کم این عادت شکل میگیره و اگر حوصله نداشت یا وقتش رو نداشت، چه اتفاقی میفته؟ 2 دقیقه رو که انجام داد، این عادت شروع کردن رو تقویت میکنه. عادت شروع کردن خیلی خیلی موضوع مهمیه. خیلی مهمه شروع کردن. ببینین در مورد عادت شروع کردن اینو باید بدونیم که ما وقتی میخوایم یه کاری رو شروع بکنیم، یه کاری رو انجام بدیم، باید شروعش بکنیم. خب وقتی انجام میدیم یه جایی قطع میشه. این اتفاقی که میفته، به هر دلیلی این اتفاق میفته. وقتی یه جایی قطع شد، خیلی ناامید میشن، میکشن کنار، میگن نشد، 1000 تا بهونه و 1000 تا فکر و اینا که دیگه نیاز نیست توضیح بدم، همه ما استاد این کاریم. ولی اون کسی که عادت به شروع کردن داره، بلده چجوری دوباره شروع بکنه. خب یعنی میاد میشینه مدیتیشن، یه صدایی میاد، یه کسی مزاحمش میشه، نمیتونه، به جای اینکه اعصابش خورد بشه بلند شه، دوباره شروع میکنه. وقتی تمرکز میکنه روی تنفسش، یه جایی حواسش پرت میشه، به جای اینکه عصبی بشه دوباره شروع میکنه. و این چرخه دوباره شروع کردن باعث میشه که این آدم بتونه تمرکزش رو داشته باشه، استمرار بسازه و اثر مرکب اون فعالیتش رو توی زندگیش ببینه. در واقع عادت شروع کردن به معنای واقعی کلمه میتونه زندگی آدم رو متحول بکنه. یک چیزیه که کافیه خورده بهش فکر بکنیم و 1000 تا مثال براش پیدا میکنیم. بنابراین 2 دقیقه علاوه بر این که چارچوب یک عادت رو برای ما میسازه، یعنی ما اگه بخوایم روزی 1 ساعت مدیتیشن بکنیم، باید یک چارچوبی بسازیم دیگه. توی اون چارچوبه باید اینو عمق بدیم. با این 2 دقیقه چارچوبش رو میسازیم، بعد کم کم بهش عمق میدیم. خب علاوه بر این باعث میشه که عادت شروع کردن رو یاد بگیریم. این خیلی خیلی مهمه. خب داشتیم در مورد سیستم صحبت میکردیم. این موضوع خیلی عمیقه و نیاز به توضیح خیلی زیاد داره، ولی من میخوام در حدی که ما نیاز داریم اینو یاد بگیریم. بنابراین لطفاً حواستو بده به من و این چند دقیقه رو با من باش تا این موضوع رو خوب بفهمیم. اراده رو یه باتری در نظر بگیر.
به فرض اینکه شب خوب بخوابی و عمیق بخوابی و سرحال باشی، صبح که بیدار میشی این باتری درصدش 100% پره. بعد تصمیم میگیری که چی بپوشی که بری بیرون، این باتری میاد میشه 95%. بعد میری تو ترافیک گیر میکنی، باتریت میشه 80%. بعد میری سر کار با همکارات یا شرایطی خورده مثلا میبینی یه خورده کلا کار میکنی، این باتری میشه 50%. بعد تو راه برگشتن خوراک و چیزای دیگه وقتی شب میرسی خونه باتریت 5%. و وقتی که میخوای بشینی روی سایت پروژکتت کار بکنی، روی بیزنس جانبیت کار بکنی، میبینی که حسش نیست، نمیتونی، اصلا نمیتونی تمرکز بکنی، نمیتونی کاری بکنی، کلا دیگه خسته‌ای، نمیکشی، بدنت اوکی ولی ذهنت دیگه نمیکشه. چرا؟ چون این باتری رو در طول روز تمومش کردی دیگه باتری نمونده. سیستم یعنی متکی به این باتری نباشیم، یعنی کاری بکنی که انجام دادن اون کار، هر کاری که میخوای متکی به این باتری اراده تو نباشه. یعنی حذف کردن تصمیم گیری. مثلا میای میشینی برنامه میچینی میگی 6 عصر این کارو میکنم، ساعت مثلا 6 عصر پا میشم ورزش میکنم، ساعت شد 6 عصر دیگه فکر نمیکنی چی کار بکنم، بلند میشی و ورزش رو انجام میدی بدون اینکه فکر بکنی. تمام. حالا ما برای مدیریت کردن کمالگرایی چه سیستمی باید بسازیم؟ خب این قسمت رو نباید پیچیدش بکنیم چون ما نمیخوایم ناسا رو مدیریت بکنیم. ما باید یک سیستم حذف استکاک بسازیم، یک سیستمی که اون استکاک شروع کار رو، اون سختی شروع رو از بین ببره که ما بتونیم کارمون رو شروع بکنیم و پیش ببریم. خب کارش خیلی ساده است. در واقع ما میخوایم این کارو بکنیم برای عادتهای خوب، یعنی اون کارهایی که میخوایم انجام بدیم استکاک رو به 0 میرسونیم. برای عادتهای بد، یعنی اون کارهایی که نمیذارن ما کارمون رو پیش ببریم، اون عادتهایی که نمیذارن کارمون رو پیش ببریم، استکاکش رو زیاد بکنیم. همونطوری که گفتم ما باید محیطمون رو طوری بچینیم که انجام ندادن کار از انجام دادنش سخت‌تر باشه. مثلا بخوام موضوع رو شفاف بکنم، برای کسی که رژیم غذایی داره، به جای اینکه کیک و شیرینی، مثلا توی رژیم حذف قنده، نباید قند و اینا بخوره، به جای اینکه بیاد کیک و شیرینی بذاره توی یخچال و هر بار که یخچال رو باز میکنه کلی در برابر وسوسه‌اش مقاومت بکنه، کار بهتر اینه که کلا اونا رو بریزه دور، اصلا توی یخچال نباشه چنین چیزی. اینجوری خب خیلی راحت تره دیگه. به جای اینکه هر بار با اون وسوسه مقابله بکنه، انرژی صرف بکنه، و وقتی که انرژی پایینه دیگه کلا از بین میره. یا مثلا کسی که سیگار رو ترک کرده نمیتونه یه پاکت سیگار بذاره روی میز و زیر سیگاری اونجا باشه، فندک اونجا باشه، بعد نگاه بکنه نه من نمیکشم. خب بندازش دور، چون اگه اونجا باشه بالاخره میکشی. بالاخره یکی از این وسوسه مدام میاد، تو مدام مجبوری انرژی صرف بکنی. وقتی انرژی ته کشید دیگه نمیتونی مقاومت بکنی، برمیداری یکی میکشی. بحث مدیریت محیط همینه. ما یک سیستم میسازیم، یه جوری چیدمان میکنیم محیطمون رو که انجام ندادن کار سخت تر باشه، انجام دادنش راحت تر باشه. یعنی سیگار کشیدن سخت تر باشه، اون چیزی که ما میخوایم. حالا در مورد عادت بد برعکسه، ولی در مورد عادت خوب همینه، انجام دادن و ندادن. میخوام یه جوری بگم که واضح بشه، جا بیفته، چون یه خورده سخت نیست، یه خورده پیچیده به نظر میرسه، ولی فکر کنم متوجه شدین دیگه، اصلا نیازی نیست توضیح بدم. کلا کارمون همینه دیگه، میخوایم یه کاری بکنیم که اون کار بد رو انجام ندیم، انجام اون کار بد سخت‌تر از انجام دادن اون کار خوب باشه. نکته همینه. خب پس باید چیکار بکنیم؟ چطوری این سیستم رو بسازیم؟ 3 قدم خیلی ساده داره. قدم اول اینه که محیط رو آماده بکنیم. اگه برنامه‌ت اینه که یه کتاب ترجمه بکنی یا کتاب بنویسی، لپتاپت رو بذار روی میز، یه ماگ خالی بذار کنارش. صبح که بیدار شدی و اومدی سر کار دیگه مجبور نباشی که لپتاپ رو باز بکنی، بری از اون ور ماگ رو برداری که توی راه ممکنه مثلا بخوای گوشی رو چک بکنی یا کاری دیگه انجام بدی و سرگرم بشی. همه چی رو مهیا بکن که صبح اون تایمی که میخوای کارت رو انجام بدی بیای بشینی اونجا و کارت رو شروع بکنی بدون اینکه هیچ مانعی سر راهت باشه. اگه میخوای نری اینستا هر بار کلی اونجا اسکرول بکنی، وقت تو تلف بکنی، انرژی روانی تو تلف بکنی، تمرکزت رو نابود بکنی و همه این چیزا، اگه میخوای اینو مدیریتش بکنی، اینطور نباشه که گوشی دستت باشه و نخوای بری. یا اینستا رو کامل از روی گوشیت پاک کن، یا اگه نیاز داری به اینستا و میخوای اصلا استفاده بکنی یا هر چیز دیگه ای، وقتایی که کارت تمام شد لاگ آفت بکن.
خب لاگ آوت بکن، بذار هر بار ورودت 2 دقیقه طول بکشه. این باعث میشه که نری مثلا وقتی گوشی رو برداشتی خواستی که یوزرنیم پسوردتو بزنی و دوباره اون کد بیاد و بخوای اینا رو همش رو راست و ریس بکنی، با خودت یه لحظه فکر میکنی تو این 2 دقیقه خب اصلا برای چی میخوام برم اینستا؟ این برای چی میخوام برم اینستا باعث میشه که دیگه نری، دیگه گوشی رو میذاری زمین، میری کارهای مهمترت رو انجام میدی. خب قدم دوم اینه که از الگوریتم استفاده بکنی. الگوریتم ایف دن، اگر آنگاه، اگر این کار را بکنم آنگاه فلان اتفاق میافتد، فلان کار رو میکنم. بذار مثال بزنم. مثلا میخوای فردا ورزش بکنی، خب نباید بگی میخوام فردا ورزش بکنم، این خیلی مبهمه، اصلا مغزت نمیتونه اینو هضم بکنه. فردا کی میخوای ورزش بکنی؟ خب ولی بجاش بیا اینو بذار، اینو بگو اگر مسواک زدم پشتش ورزش میکنم، اگه آب خوردم پشتش ورزش میکنم. خب if then، اگر آنگاه. این خیلی خیلی مهمه، یعنی یک برنامه، یک چیدمان میده، اصلا مغزتون رو یاد میگیره. بعد اینکه چند بار تکرارش کردی دیگه جا میفته. حالا این من مسواک و آب و اینا رو برای مثال گفتم و شما مثلا میتونی بگی که حالا بسته به برنامه زندگی دیگه، اصلا میتونی بگی وقتی که اگر اینستا رو باز کردم بعد 5 دقیقه میرم ورزش میکنم به مدت 20 دقیقه مثلا. خب یه همچین چیزایی باید فکر کنی، بسته به لایف استایلت اینو بسازی. خیلی هم کار ساده ای، اصلا چیز پیچیده ای نیست. یا مثلا در مورد نوشتن و کتاب ترجمه کردم میتونی بگی اگه ماگ رو پر چای قهوه کردم گذاشتم روی میز، بعدش میشینم یه صفحه ترجمه میکنم و این یه صفحه همون قانون 2 دقیقه است دیگه. یه صفحه رو که ترجمه کردی دیگه کم کم مغزت گرم میشه و تمایل پیدا میکنی که بری صفحات دیگر هم بنویسی، ترجمه بکنی و کارت رو ادامه بدی. حالا این کم کم دیگه بهش میتونی ساختار بدی، میتونی 90 دقیقه 15 دقیقه بکنی، 90 دقیقه کار بکنی، کار عمیق، 15 دقیقه استراحت، بعد یه راند دیگه 90 دقیقه 15 دقیقه، که اصلا این برمیگرده به اون کار کردن توی حالت فلو که یک بحث دیگه، ولی خیلی خیلی بحث مهمیه و احتمالاً در مورد این هم یه پست بسازیم که قطعا باید بسازیم، چون یک چیزی که به شدت نیاز داریم، مخصوصا ما انسان‌های مدرن که می‌خوایم تمرکز خوبی داشته باشیم، کارایی خوبی داشته باشیم، مخصوصا توی زمان کم. این چیزی که باید در موردش صحبت بکنیم. حالا بگذاریم برگردیم به موضوع اصلی. بنابراین گزینه 1 اون بود، گزینه 2 ایفتنه، بحث اگر این کارو کردم آنگاه اون کارو میکنم. این باعث میشه که دیگه تصمیم گیری و اینا حذف بشه دیگه اون استکاکه خیلی بیاد پایین و اینم انجامش میدیم. خب قدم سوم اینه که قانون حداقل خروجی رو در نظر بگیریم. این خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ببینین ما هیچ وقت نمیایم میگیم که امروز 5 ساعت زبان میخونم، ما میگیم 5 دقیقه زبان میخونم. این قانونمون میشه این. چرا؟ چون بعضی روزا واقعا ما نمیتونیم 5 ساعت بخونیم، مریض میشیم، یکی میاد، ما میریم یه جایی، یه اتفاقی میفته، خلاصه نمیتونیم 5 ساعت رو بخونیم. ولی این 5 دقیقه رو همیشه میتونیم. چرا ما باید این 5 دقیقه رو رعایت بکنیم؟ مثلا چرا 5 دقیقه علاوه بر اون چیزایی که در مورد قانون 2 دقیقه گفتیم و چیزای دیگه؟ مسئله اینه که سیستم نباید بمیره. سیستم ما همیشه باید زنده باشه. سیستم چیزیه که این برنامه‌ای که ریختیم حتما باید هر روز انجام بشه، چون اگه این اتفاق نیفته دیگه باید دوباره بیایم این چیدمان رو بذاریم. یعنی طول میکشه تا ما به اینا عادت بکنیم و بخوایم که لایف استایلمون رو با اینا وفق بدیم. بنابراین ما خیلی کوچیک شروع میکنیم، خیلی ساده شروع میکنیم که بتونیم اینو اضافه بکنیم به لایف استایلمون. یعنی یه طور نباشه که بلند و کمالگرایانه فکر کنیم که من مثلا میخوام زبان بخونم، نمره آیلتسم 8 باشه و بنابراین باید روزی 10 ساعت زبان بخونم و اگه یه روز 9 ساعت خوندم بیایم خودمون رو سرزنش بکنیم که من اصلا نخوندم، نمیتونم، استعداد ندارم، کشش ندارم و اینجور چرت و پرتا. ما همون 5 دقیقه رو میذاریم و لطفاً با خودتون فکر بکنین که این 5 دقیقه مهمه. نذارین ذهنتون بازیتون بده که 5 دقیقه هیچ ارزشی نداره، مسخره بازی الکی. کامل توضیح دادم براتون که خیلی خیلی بحث مهمیه و اتفاقا باید همینجوری پیش بریم. اصلا همینه دیگه. این موضوع سختیش واسه کمالگراها اینه که ذهنشون قبول نمیکنه که 5 دقیقه مهمه. ذهنشون 1 ساعت رو بیشتر از 5 دقیقه قبول داره، ولی راه درست همینه، 2 دقیقه 5 دقیقه با همین قدم‌های کوچیکه. عادت و سیستم با اینا ساخته میشه. Just breathe.
خلاصه داشته باشیم، ما منتظر انگیزه نمیمونیم، ما معماری میکنیم. محیط رو طوری میچینیم که انجام دادن کار خوب تنها گزینه و بهترین گزینه‌مون باشه. یه تریگر مشخص میذاریم، از مکانیزم ایفتن استفاده میکنیم. اگر این اتفاق افتاد آنگاه این کارو میکنم. اگر مسواک زدم پشتش 2 صفحه کتاب میخونم یا 1 صفحه کتاب میخونم. کتابایی هست که 1 صفحه میشه خوند، یعنی قرار نیست رمان باشه 1 صفحه بخونیم ناقص بمونه. کتابایی مثل روزنگار رواقیگری یا همون نبرد هنرمند که قبلا معرفی کردم یا خیلی کتابای دیگه، اینا کتابایی هستن که خوندن 1 صفحهش کافیه. میتونین از این مکانیزم واسه پرورش عادت کتابخوانی استفاده بکنیم و کار رو قرار شد انقدر کوچیک بکنیم که انجام ندادن کار سخت باشه. خب وقتی که قرار باشه که ما 1 دقیقه یا 2 دقیقه مدیتیشن بکنیم، خیلی سخته که این کار رو نکنیم. 1 دقیقه است دیگه، میشینی 2 تا نفس میکشی تموم میشه، 1 دقیقه تموم شد. هر روز میتونیم این کار رو بکنیم. اگر هر روز این کار رو بکنیم، عادت به نشستن و نفس کشیدن ایجاد میشه. عادته که ایجاد شد، مثلا 2 ماه بعد بی اختیار میری میشینی 3-4 تا نفس میکشی بلند میشی. این عادته که ایجاد شد کم کم میشه بهش عمق داد. وقتی عمق بدیم چه اتفاقی میفته؟ میشیم کسی که روزی 10 دقیقه مدیتیشن میکنه، بعدها میشیم کسی که روزی 20 دقیقه، بعدها روزی نیم ساعت و 1 ساعت. و این دیگه هرچی کیفیت تمرین مراقبه‌مون بیشتر بشه، نتایجش رو هم توی زندگیمون و توی تمام ابعاد زندگیمون میبینیم. چون تمرین مدیتیشن یکی از اون تمریناییه که اثر موجی داره، روی تمام جنبه‌های زندگی تاثیر میذاره، نه فقط یک جنبه. بنابراین کار رو انقدر کوچیک میکنیم که نتونیم انجامش ندیم. خب با همینا میتونید سیستمتون رو بچینین و چیز واضحیه، واقعا خیلی ساده است. اگه نیاز داشتین 1 دور دیگه این ویدیو رو ببینین، یا اگه پادکستش رو گوش میدین 1 دور دیگه این تیکا رو گوش بدین و اگه خواستین نوت بردارین که بدونین دیگه دقیقاً باید چی کار بکنین. و اگر هم نیاز به رفرنس داشتین، خواستین که خیلی عمیق‌تر وارد این قضیه بشین، به نظرم همین کتاب عادت‌های اتمی جیمز کلیر رو بخونین که این موضوع رو خیلی عمیق‌تر و با مثال‌های متنوع‌تر و با شواهد علمی و اینا باز کرده که خب بهتر جا میفته توی ذهنتون. خب توی این 5 قسمت کمالگرایی، یعنی این 5گانه کمالگرایی، سفر کوچولو با هم اومدیم، فهمیدیم که کمالگرایی دوست ما نیست، یک دزده که توی لباس شیک اومده سراغمون. فهمیدیم مقاومت یه قانون فیزیکه و چیزی که وجود داره و بخوایم نخوایم اتفاق میفته. یاد گرفتیم که تحقیق زیاد، مدام یاد گرفتن فقط یک تله است، چیزی نیست که به ما واقعا چیزی یاد بده. اتفاقا باعث میشه که ترسمون بیشتر بشه، نتونیم کار رو انجام بدیم. و یاد گرفتیم که باید به خودمون مجوز گند زدن بدیم، باید گند بزنیم، باید از کار بد و زشت و شلخته نترسیم. از اینکه این ویدیو یا اگه وایسش رو میشنوین این پادکست یک چیز درست حسابی نشده، یک چیز پرفکت با اون ایدال های من نشده، نترسیم. این چیزیه که همین الان اینو تونستم انجام بدم، پس منتشرش میکنم و توی فرایند باید بهتر بشیم، نه اینکه بریم توی غار 10 سال تلاش بکنیم و بعد بیایم ارزش بکنیم. تو خیلی چیزا این به درد نمیخوره و یه جورایی میشه گفت دیگه تاریخ انقضای این مدل گذشته، به جز موارد خاص. و الا هر چیز دیگه ای اون موقعی که آماده شد، یعنی MVPش آماده شد، اون کمترین میزانی که میشه عرضه کرد آماده شد، اونو باید ارزش بکنیم، نباید منتظر بمونیم که یک چیز پرفکت بشه بعد ارزش بکنیم، وگرنه یک چیز بدی خواهد بود. چون ما نمیتونیم فیدبک بگیریم، با فیدبکی که آدم اصلاح میشه و با ذهن نیستیم. فیدبک چیزیه که باید از محیط گرفته بشه. و قدم آخرم این بود که منتظر انگیزه نباشیم و سیستم بسازیم و یک سیستم خیلی ساده دیگه. حالا بحث سیستم سازی خیلی بحث جامعیه و واقعا اصلا حداقل واسه این بحث دیگه بهش نیاز نداریم، ولی اگه خواستین حتما یاد بگیرین. اگه مدیر یک شرکتی چیزی هستین، خب باید سیستمای خیلی خوب بسازین، چون سیستم واقعا نجات دهنده است. اصلا از یک جایی به بعد بدون سیستم نمیشه کار کرد. حالا ما در مورد کمالگرایی در همین حد که یک سیستم خیلی ساده و کوچیک داشته باشیم برامون کافیه، کار ما رو راه میندازه.
و خلاصه این 5 قدمی که یاد گرفتیم به صورت خیلی خلاصه اینا بودن. الان دیگه شما در برابر کمالگرایی بی‌دفاع نیستی، میدونی باید چی کار بکنی. الان میتونی این ویدیو رو ببندی، بری گوشه لم بدی، دراز بکشی و بری اینستا و 2 ساعت اسکرول بکنی، ریلزهای مختلف ببینی، بر دوستات بفرستی و کار دیگه. یا میتونی همین الان اینو ببندی، بشینی فکر کنی که اون کاری که همیشه ازش فرار میکردی رو چطور میتونی فقط 2 دقیقه انجامش بدی. انتخاب با توه. ولی اینو تو ذهنت داشته باش، کائنات به رویاها و خواسته‌های تو هیچی نمیده. به اون کارایی که میکنی پاداش میده. حالا چه کار ذهنی، چه کار فیزیکی. خب توی کامنت ها برام بنویس که اون کاری که میخوای برای 2 دقیقه انجامش بدی چی هست. و اینو بنویس که هم یک تعهدی داده باشی، یک تعهد اجتماعی داده باشی که یک فشار ذهنی تو ذهنت باشه که این کار حتما انجام بدی و هم برات شفاف بشه دیگه، بدونی که باید دقیقاً چه کاری رو انجام بدی. خب دم شما گرم، مرسی که تا آخر اومدین و همین، شاد باشین و متفاوت فکر بکنین. ارادتمند، رضا.